برویم به آقای دکتر سیامک شجاعی گرامی. درود بر شما. جناب پارسا، منم خدمت شما و سایر آقایون سلام عرض میکنم بر شنوندگان و بینندگان ارجمندتون و خوشحالم که در جمع شما هستم. باعث افتخار ماست. در خدمت آقای دکتر هودشتیان در کانادا، در خدمت آقای دکتر عرفانی و آقای افتخاری در استودیوی تلویزیون پارس هستیم و وجود شما هم برای ما بسیار مغتنم، به ویژه که از شخصیتی اقتصادی و با دانش برخوردار هستیم که امروز تمام رسانه‌های گروهی سعی می‌کنن به ایشون دسترسی پیدا بکنن. دکتر شجاعی عزیز و افتخار ماست که امشب در این میزگرد با او هم صدا هستیم و همراه. دکتر شجاعی عزیز، آنچه که آقای افتخاری اشاره کردن به تلاش جمهوری اسلامی برای آن است که به گونه‌ای بگوید ما هم کارشناس اقتصادی هستیم و راه حل‌ها رو برای این معضل امروزی این حکومت در حقیقت از جهت اقتصادی به بحث و بررسی می‌کشاند. اما موضوع اینجاست که از دید شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی، به عنوان یک استاد اقتصاد جامعه ایرانی و این حکومت رو اصولاً چگونه می‌بینید و افزایش نقدینگی که یکی از موضوعاتی است که در مورد اون صحبت فراوان می‌شود، این موضوع رو چگونه می‌توان برای بینندگان گرامی شرح داد؟ از این نظر می‌خواستم نظر شما رو جویا بشم. بله، عرضم به خدمتتون که این اقتصادی که اشاره فرمودید اقتصاد به سبک سقاخانه و تکیهگاه اداره کردنه، به این شکل که به طور کلی کسانی که امروز بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و به طور کلی همه شؤونات مردم مسلط شدن، اینها به سوابقشون که نگاه بکنید میبینید مشتی آخوند هستند یا بچه آخوند که در تمام تاریخ ایران هرگز یک طبقه مولد نبودند، بلکه مصرف کننده بودند و از طریق دریافت خمس و زکات و همینطور سرکیسه کردن ثروتمندان جامعه، حالا بازاریان باشند یا زمینداران، در دوران گذشته توانستند که پول و ثروتی فراهم بکنند و بعدم این رو تقسیم بکنن بین ارباب جمعی خودشون و به جز این چیز دیگری بلد نیستن. در حال حاضر هم اقتصاد ایران تقریبا به همین شکل اداره میشه، یعنی پول نفت وارد مملکت میشه. من بارها عرض کردم اینها در ایران خون میکارند و نفت درو میکنند. پول نفت وارد مملکت میشه، این ارزها رو میگیرن تا اونجایی که میخوان از خارج کالا وارد میکنن، مقدار زیادیش رو صرف فعالیت‌های تروریستی خودشون میکنن و بعد یه مقداری هم به هر حال نصیب مردم عادی میشه، ولی اصلا در اندیشه تولید و ساختن ساختار اقتصادی، افزایش تولید نیستند و همین تو کارشون فقط توزیع درآمدهای نفتی است بین ارباب جمعی‌های خودشون. مسئله خصوصی سازی هم که آقای دکتر افتخاری بهش اشاره فرمودند، سالهاست که اینها در اثر فشاری که صندوق بین‌المللی پول و همینطور بانک جهانی به اونها آورده از زمان سردار سازندگی به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد، اینا صحبت از خصوصی سازی می‌کردن، اما مفهوم خصوصی سازی رو با اینکه بیایم اموال مردم رو به طور خصوصی بین خودمون تقسیم بکنیم اشتباه گرفتن و الان هم شاهد هستیم که این شکاف سیاسی عمیقی که بین آخوندها به وجود آمده این تقریبا سرایت پیدا کرد به مسائل اقتصادی. نوکیسگانی آمدند در لباس سپاهی و پاسدار تا اونچه رو که قبلا آخوندها و بچه آخوندها و بازاری ها، همینطور که آقای دکتر افتخاری اشاره فرمودن گروه مؤتلفه در اختیار داشتن، از دست اونها خارج کردند و میخوان که به جیب خودشون سرازیر کنند. به مسئله نقدینگی اشاره فرمودید. نقدینگی میدونید در ایران بانک مرکزی به طور کلی ماشین چاپ اسکناس و اعتبار برای رژیم در زمان رفسنجانی به همین شکل بوده، در زمان خاتمی به همین شکل بوده و در حال حاضر هم به همین طریقه. البته طی یک سال گذشته احمدی نژاد سعی کرده که میزان افزایش پول رو کنترل بکنه به این امید که بتونن از افزایش بی‌رویه‌تر قیمت‌ها جلوگیری بکنن. اما همین اواخر بود که یکی از همین سردمداران جنایتکار رژیم که در امور اقتصادی فعالیت میکنه گفته بود که وضعیت اقتصادی به قدری بحرانی است و رکود به قدری شدیده که
ما مجبوریم که نقدینگی رو افزایش بدیم، یعنی پول و اسکناس چاپ بکنیم، در اختیار ارباب جمعی هامون قرار بدیم که شاید چرخ اقتصاد مملکت به حرکت در بیاد. قیمت مسکن به طور نمونه در طی این ماه‌های گذشته به خاطر این ناامنی سیاسی و اجتماعی که در مملکت وجود داره و همینطور اقتصادی چیزی حدود شاید 26 یا بیشتر درصد کاهش پیدا کرده. یعنی مردم قدرت خرید ندارن، توانایی دریافت وام هم از بانک ها ندارن، مگر اینکه وابسته به رژیم باشن. بانک ها همه ورشکسته، بیش از 40 میلیارد دلار بانک ها به بانک مرکزی مقروض هستند. و این مسئله بنزین هم که اشاره فرمودید، آقای دکتر افتخاری اشاره کردن، مسئله سوبسید و قطع سوبسید هم جزو برنامه‌های اینها از زمان آقای رفسنجانی بوده، ولی اونها از نظر سیاسی جرئت نمی‌کردن که ناگهان سوبسید رو قطع بکنن. اما از اونجایی که امروز این آقایون تصور میکنن که با سرکوب مردم ایران بر مملکت مسلط هستن و هر بلایی که سر مردم بیارن به خاطر قتلی که میکنن، جنایتی که میکنن، کشتاری که میکنن، میتونن جلوی مردم رو بگیرن، کمر به این بستند که به ناحق و ابلهانه اون چرا که بهش میگن سوبسید مواد سوختی رو قطع بکنن. این سوبسید یک بحث تخصصی هم داره که من مسلم میدونم همیهنان ارجمند آقای دکتر عرفانی، افتخاری و حدشیان که اونجا تشریف دارن از نظر اقتصادی هم میتونن توجیه بکنن. اصلا این بحث سوبسید یک بحث انحرافی است و اگر این مسائل رو در یکی از کشورهای، مثلا شما ببینید در ترکیه الان صندوق بین‌المللی پول که رفته، تعداد زیادی رفتن در خیابون‌ها علیش اعتراض کردن. اگر این مسائل رو در ترکیه مطرح کنن، مردم می‌ریزن توی خیابون‌ها، اصلا ممکنه انقلاب بشه، در حالی که اینها با سرنیزه سعی می‌کنن مردم رو ساکت کنن. قیمت بنزین در داخل کشور با قیمت بنزین در سطح بین‌المللی و هزینه تولید اون بسیار متفاوته. در همین ایالات متحده آمریکا ما ماه پیش شاهد بودیم که برای خرید هر اتومبیل $4500 دولت به خریداران سوبسید پرداخت کرد و در این شرایطی که اینها برای اینکه مراتب ارادت خودشون رو به سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی ابراز بکنند، آمدن میگن که ما می‌خوایم سوبسید رو قطع بکنیم تحت فشار صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های بین‌المللی. بنابراین من زیاد پرحرفی نمی‌کنم، اینها دلشون برای مردم ایران، ملت ایران نسوخته و هدفشون تسلط بیشتر بر اقتصاد ایران و همینطور باج دادن به خارجی ها برای اینکه چند سبایی بیشتر بر سر قدرت باقی بمانند. بسیار بسیار سپاسگزار هستم آقای دکتر از اظهار نظرتون. لطفاً روی خط بمانید تا برویم به جامعه شناس میزگردمون آقای دکتر عرفانی. آقای عرفانی، در ارتباط با وضعیت عمومی و اقتصاد کشور که همچنان رو به وخامت هست، آیا به دلیل حضور سپاهی که به این موضوع دامن زده میشه یا اشکالات ساختاری اقتصادی مسبب اون هست؟ بله، ببینید سپاه پاسداران به عنوان نیرویی که نیروی نظامی محسوب میشه، همین چند روز پیش بود که فرمانده سپاه اعلام کردش که ما در بین فاصله 25 خرداد در واقع تا 25 مرداد کشور دست ما بوده. یعنی این رو رسما اعلام کردن که به معنی این هستش که کودتای نظامی بوده و کشور در دست نظامی ها بوده. بنابراین اون کسانی که فکر میکردن سپاه اگر بخواد کودتای نظامی بکنه یه عملیات خارق‌العاده‌ای انجام میده، باید بدونن که این کودتای نظامی انجام شده بوده و سپاه آمادگی پیدا کرده بوده. اما چیزی که جالبه اینه که بدونیم این کودتا فقط جنبه نظامی نداره. همونطوری که 4 سال پیش کودتای سیاسی سپاه پاسداران آغاز شد و اینا موفق شدن پست ریاست جمهوری رو برای پاسدار احمدی نژاد در واقع در سال 1384 میشه گفت به چنگ بیارن، امروز اون چیزی که شاهدش هستیم و یکی دو موردش رو جناب افتخاری گفتن، کودتای اقتصادی سپاه پاسداران هستش. یعنی به معنی واقعی کلمه با روش‌های نظامی، با روش‌های کودتایی که همون موردی که شما گفتید، وقتی تلفن میزنن به فردی و میگن شما در این مناقصه شرکت نکنید، نفعتون نیست. بله. اینا همش نشون دهنده این هستش که باندی که داره این عملیات رو انجام میده یک باند نظامی، شبه نظامی، امنیتی هستش که میخواد از طریق مدیریت پادگانی و روش‌های ترس و رعب و وحشت اقتصاد کشور رو در چنگ خودش بگیره.
امروز یکی از مسئولان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که 3 سال که آقای احمدی نژاد هیچ گونه گزارشی در